اولتر از همه ما دو نوع کندل داریم، یکی کندل سعودی که رنگ سبز می داشته باشه و یک کندل نزولی داریم که رنگ سرخ می داشته باشه. اصلا خود کندل ها به معنی چی است؟ کندل به معنای شمع است و داخل بازار مالی شما از شمع یا از این کندل ها استفاده میکنین از اینکه بفهمین بازار به کدام سمت روان میشه. یعنی که کندل سرخ ببینین بازار کدام طرف میره نمیفهمین، کندل سبز ببینین بازار کدام طرف میره فعلا نمیفهمین، ولی در آخر ویدیو شما میفهمین که چیکار باید بکنین. بعدش از این کندل ها ما چند نوع داریم، گفتم دو نوع، یکی سبز و یکی هم سرخ است. و سرخ کارشی است که قیمت بیاره پا این به این شکل. گفتم که سبز کارشی است که و سبز کارشی است که قیمت ببره رو به بالا به این شکل و سرخ هم قیمت بیاره رو به پایین. و این بود دو بخشی که شما نیازش داشتین فعلا. بریم دوباره زودتر در موردش بخونیم. خب چی وقت کندل سبز میبینیم و چی وقت کندل سرخ میبینیم؟ ما دو نوع تریدر داریم، یک تریدر گاوی و یک تریدر خرسی داریم. خرس و گاو براتون گفتم که چی معنی میده و گاوی همیشه وقت میخره و خرسی میفروشه. مثلا اینجا یک قیمت ما یک منطقه تقاضا داریم که قیمت یک بار آمده واکنش نشان داده، بار دوم میتونه که اینجا مثلا به و واکنش بازار نشان بده. در این قیمت وقتی میایه بازار وقتی میخواد برسانه خدا بدون شک قیمت اول میایه با رنگ سرخ به این شکل کندلا قیمت به اون منطقه خود میرسانه. حالا چگونه بفهمیم که منطقی است که ما باید بخریم؟ شما میتونید بفهمید توسط کندلا. اینا خب فروشنده ها بودن و فروختن تا زمانی که قیمت آوردن. مثلا اینجا قیمت بوده $100 یک ارز، حالا هر ارزی که بوده و قیمت فعلا شده $90 امریکایی و اینجا قیمت شده $90 امریکایی. حالا تو چگونه بفهمی که $90 قیمت است که من باید برم بخرمش؟ با کندلای سبز که شما میتونید با البته این درس ها گفتم خیلی پایه اول است و بسیار زیاد آسان هم است که شما یادش بگیرید. و اینجا شروع میکنه قیمت به یک انگل زدن یا یک کندل سبز. یا براتون پاک بکنم من شما فهمیدید که منظور چی است. و اینجا شروع میکنه بازار یک کندل سبز سعودی میزنه که اینجا من کما که شادو می داشته باشه که این منطقه را به نام شادوی کندل یاد میکنه و این هم بدنه کندل است و این هم منطقه که باز شده اوپن و این هم منطقه که کلوز شده. کما که سخت است، خاطر به دنیا رو نگفتم کل هدف نمیگه او والله چقدر سخت است. قیمت بود 90 آمد رشد کرد آمد فعلا شده $93 مثلا که فعلا قیمت فعلیش هست $93 امریکایی. حالا باید چی بکنی؟ اینجا مثلا تایم فریم میری خورتر میسوزی، یادش میگیری که اینجا منطقه خوب خرید است یا نه است. یا مثلا نظر به کندل های که دیدی، حالا کندل انگولف است. انگولف به معنی است که بازارش سعودی است چون خریدارا از فروشنده ها که قوی تر شده و کندل سبز انگولف بزرگ باز شده و دو کندل داخل خود جای داده. به این معنی است که روند میره بالا میره، خریداران نسبت به فروشنده ها زیاد شده، قدرت پیش خریداراست و بلند میره. $93 $93 تو ارز میری. حالا فرض کنیم که تو $93 رفتی ارز بای کردی داخل بایننس، خب بهتون نشون میشه قسم بای میکنی، بای کردی و منتظر هستی که قیمت بیاید به این منطقه برسه، در منطقه که $100 امریکایی بود. پس یک کندل دیگه شروع میکنم، مثلا یک کندل سرخ دیگه در پالیو ازیمه، مثلا قیمت تو اینجا خریدی قیمت کمک میایه رو به پایین، قیمت کمی به پایین میایه و تو از استراتژی دی سی استفاده کردی. اینجا یک خرید زده بودی قیمت 93 مثلا، قیمت 93 تو یک بار خرید زده، قیمت میایه پس دوباره، حالا مثلا این قسمی بگیریم میشه، قیمت میایه پس دوباره $91 میشه و تو می یک بار دیگه هم اینجا چی میکنی؟ اینجا می و بای میکنی. تو دو بار خریدی و قیمت شروع میکنه کندل های سبز زدن و با مراد دلت به خیر میرسی. از اینجا بازار شروع میکنه یک کندل سبز به این شکل انگولف میکنه و کندل دومی هم به این شکل و قیمت اینجا رسید به $100 امریکایی. باز دوباره اینجا تو تصمیم میگیری که حالا بفروشی، حالا بانی، یا حالا مکمل ارزایی که خریدی $200 که خریده بودی رو نگاه بکنی یا این که بفروشی، چون تو فعلا از اینجایی که خریدی یک فایده هستی، از اینجایی که خریدی دو بار فایده هستی. از این تا اینجا مثلا 10%، از اینجا مثلا 15%، مجموعاً 10% از ترید اول، 15% از ترید دوم، 25%
ده فایده است. یعنی اگه تو $100 سرمایه گذاری کردی، پیسی تو مثلا حالا زیاد تخمینی براتون میگم $125 آمریکایی شده. یعنی اینجا تو میتونی بفروشی کل از این $125 آمریکایی را، چون به خاطر قیمت 100 بود آمد 90، تو خرید این آن 125 تبدیل کردی چنده $100 خدا. و این بود شکل تریده که با کندلا شما میفهمین چی کار انجام بدین. و ویدیوهای بعدی هم برای شما میسازم در مورد از کندلا و استراتژی‌های دیگه، ولی در اول برای شما همین نیاز است که شما فقط امیر بفهمین. پس شما فهمیدین حالا که کندلا چگونه کار میته، بسیار سریع براتون گفتم، و تریدینگ ویو چگونه کار میته و بایننس چگونه کار میته، اسپات، فیوچرز، کوین مارکت.